یکی از بزرگان همین صحبت رو میکرد، میگفت مشکل داشتم حقیقتا، آمدم پیش عالمی، گفتن چه کنم؟ گفت برو دیدن مادرت، چیزی که مادرت لازم داره براش بگیر، دعای مادر رو بگیر. ما وقتی مشکل بیشتر میشه از مادرمو بیشتر فرار میکنیم، میگیم مبادا اونم یک گرفتاری خواسته داشته باشه، حالا چیکارش بکنه؟ هر زمان به مشکلی برخوردی برو پیش مادرت. میگه اومدم به خواهرم زنگ زدم، مامان چی لازم داره؟ گفت من نمیدونم. به داداشم زنگ زدم، مامان چی لازم داره؟ گفت نمیدونم. اون برادرم که بیشتر میزد گفتم چی لازم داره؟ گفت فلان وسیله رو. گرفتم بردم پیش، چقدر خوشحال شد، دعای خیر کرد. سبحان الله. آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هرچه دارن این جماعت از دعای مادر است. آسمان و زندگی روشن شد از نور پدر، گلشن هستی مصفا از صفای